خب در ادامه مباحث مربوط به واژه‌شناسی سیستم عصبی حالا میخوام بیایم در مورد نخاع صحبت کنیم. یکی دیگه از ساختارهای بسیار مهم CNS که هم دریافت میکنه اطلاعات رو و میفرسته به مراکز بالاتر یعنی مغز، و هم اینکه دستوراتی که از مغز میاد رو به سمت احشا و به سمت عضلات و غدد هدایت میکنه. خب ببینید، من اول یه مطلب تئوری بگم از نخاع. نخاع رو ما میگیم که اگر که البته خب این دایره خیلی بد شد، خودش دایره داره که خب ببینید، ما میگیم آقا این دایره اگه نخاع باشه، خب در مرکز نخاع یک ماده خاکستری قرار گرفته. خب پس در مرکز یک ماده خاکستری قرار میگیره، اما در محیط بیرونی اون ماده سفید. بعدا میایم این خدمتشون که عرض کنم ماده خاکستری دوباره به دو تا قسمت میکنیم. یکیش رو میگیم خلفی، پوستریور، در سمت خلف بدن هست. یکی رو میگیم انتریور، یعنی به سمت قدام بدن قرار گرفته. پس خلفی و قدامی. این قدامی اطلاعات رو ارسال میکنه، پس این سندر هست، اطلاعات رو ارسال میکنه. اما این یکی یعنی پوستریور دریافت کننده هستش که این پوستریور یک گانگلیون ریشه خلفی نخاع هم در اینجا قرار میگیره که میگیم نورون تک قطبی کاذب. این یه خلاصه خیلی خلاصه از حالا بحث نخاع. اما توی نام بافت‌شناسی از بیرون دوباره از بزرگنمایی کم میایم به سمت داخل. از بیرون دوباره مثل ساختارهایی که توی مغز داریم یه دونه دورامتر قرار گرفته. پس در ابتدا ما دورامتر رو داریم که این دورامتر یا همون سخت شامه میشه بیرونی ترین لایه‌مون. در زیر اون این لایه باریکی که در اینجا قرار گرفته، این دارن از روش رد میشه، اما این باریکی که در بالا قرار گرفته این رو بهش میگیم عنکبوتیه، و این فضایی که در داخلش عروق خونی قرار گرفتن بهش میگیم ساب آراکنوید اسپیس. و در نهایت هم این لایه باریکی که چسبیده به خود سطح نخاع، ببینید این لایه اینی که اینجوری چسبیده به سمت سطح خود نخاع بهش میگیم پیامتر یا همون نرم شامه. پس اول سخت شامه، بعدش عنکبوتیه، ساب آراکنوید اسپیس و در نهایت هم نرم شامه. اما در قسمت مرکزی چه ساختاری داریم؟ یه شاخ قدامی گفتیم داریم، یا شاخ شکمی و یه شاخ خلفی. حالا من چجوری تشخیص بدم اینو؟ اگه داری توی این بزرگنمایی نگاش میکنی، اول که ماده خاکستری کاملا مشخصه. ببینید یک رنگ، البته خب این رنگامیزی اختصاصی سیستم عصبی نیست، مثلا رنگامیزی گریزل ویوله نیست این رنگامیزی، اگه بود خیلی قشنگ‌تر بود این عکس. اما در همین تصویر هم شما داری مشاهده میکنی که این ترکیب پررنگ‌تر هستش. ببینید اینجا داری نورون ها رو مشاهده میکنی. من دارم ببینید ایناش، یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا، 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 اینا بزرگترن و تو در این بزرگ نمایی هم میتونی به خوبی اونها رو تشخیص بدی تا دورسال هورن. پس میگیم نورون های ونترال هورن ما چه هستن؟ بزرگتر هستن و راحتتر قابل تشخیصن. و این هم تو یادم نرفته، این هم همون گانگلیون ریشه خلفی نخاع هست که تو جلسات قبلی در موردش صحبت کردیم. اما در اینجا دوباره یک برش داریم از نخاع، داریم میبینیم که رنگ در اینجا به چه شکل هستش و معلوم هست که اینجا ماده خاکستریه، اینجا هم که ماده سفید هست، اینجا هم ماده سفید، ماده سفید. اما در اینجا ببینید اصلا نورون ها به صورت کاملا واضح، میبینید نورون ها رو، اینها نورونه بچه‌ها، این نورون ها به صورت کاملا واضح قرار گرفته. پس در این طرف ما ونترال هورن ها رو داریم که جسم سلولی نورون ها در داخلش قرار گرفته، و در اون طرف هم دورسال هورن رو داریم که نمیتونیم به این راحتی نورون ها رو در داخلش تشخیص بدیم. ماده سفید هم که در طرفین قرار گرفته و این هم شیاری هستش که توی آناتومی خوندیدش، شیار قدامی میانی که بهش میگیم فیشر چون عمیق‌تر هست، اما شیار خلفی چون خیلی باریک‌تره بهش گفته میشه سولکوس. و این هم بحثی که توی این لام هستش. الان دوباره یک بزرگنمایی بزرگتر از همونجا رو داریم. الان
ما از کجا بدونیم که این دورسال هورن هستش یا ونترال هورن؟ ببینید بزرگی نورون ها کاملا واضح هست، نورون ها بسیار بزرگ هستن، پس ما بگیم اینها نورون های ونترال هورن هستن که در اینجا قرار گرفتن. این طرف هم ماده سفید هست، اینجا ماده سفید هستش که ما میدونیم در ماده سفید ما چه ساختارهایی رو داریم؟ آکسون ها رو داریم. این نقطه خود آکسونه، این ماده سفیدی که در اطرافش قرار میگیره این همون چی هستش؟ میلین هست که در اطراف این ساختار. و این هم یک بزرگنمایی، یک تصویر دیگه از ماده سفید. در وسط اینها آکسون ها هستن که دارم روشون نقطه میذارم. این قسمت سفید رنگ اطرافشون هم همون میلین ها هستن. ببینید اینا میلینه، این هم میلینه، اینجا هم میلینه، اینا میلین سفید رنگی داخل خودش لیپید داره و این هم که خود آکسون ها. امیدوارم که موفق باشید. خدا